اما روش انجام کار خیلی ساده هستش. در مورد زمان انجام اون، اگر در دوران قاعدگی هستیم 10 روز بعد از آغاز قاعدگی و اگر در سن یائسگی هستیم در زمان مشخصی تو ماه مثل 15 یا 30 هر ماه این آزمایش رو انجام بدیم. فقط 3 کار مهم لازم هست: لمس کردن، نگاه کردن و چک کردن. اول به پشت بخوابین، دست راست رو زیر سر قرار بدین و با بند آخر انگشتان اشاره، میانی و حلقه دست چپ، نه با نوک انگشتان، با حرکت آهسته به آرامی و محکم پستان سمت راستتون رو معاینه بکنید و مطمئن باشین که کل بافت پستان رو معاینه می‌کنید و از هر الگوی حرکتی که راحت هستین استفاده بکنید. بعد در شرایط ایستاده بافت زیر بغل رو چک بکنید. به آرامی نوک پستان رو فشار بدین تا ببینین ترشح داره یا نداره و همین کار رو برای پستان سمت مقابل انجام بدین. مرحله دوم، نگاه کردن. جلوی آینه بایستین، بازوها رو مثل شکل مقابل قرار بدین طوری که شونه هاتون در خط صاف باشه و حالا به نکات مهم توجه بکنید. برجستگی بدون درد در سینه یا در ناحیه زیر بغل، راش یا قرمزی و خارش نوک پستان، وجود ترشح از نوک پستان، تغییر در ظاهر پوست یا نوک سینه و عقب رفتگی نوک پستان. نکته مهمی که وجود داره اینه که با شکل کلی پستان خودتون آشنا باشین تا بتونین متوجه تغییرات بشین و هر گونه تغییر رو به پزشک خودتون اطلاع بدین. پس حتما در ابتدای هر معاینه میتونین یه عکس از سینه خودتون بگیرین. با انجام این خودآزمایی شما در 15 دقیقه وقت گذاشتن در ماه میتونین باعث نجات سلامتی خودتون بشین و مراقب سلامتی خودتون باشین. و اما نکته مهم، این خودآزمایی جایگزین ماموگرافی نیست و باید بر اساس سن و طبق صلاح دید پزشکتون حتما ماموگرافی رو انجام بدین.